بشم هشم به نام خدا. جمله‌ای که اینجا نوشته یکی از اصول اصلی دین یهودیته و آهفتا لرعخا کاموخا. اینو میگه که همراهت رو مانند خودت دوست بدار. The Jewish people of Tehran has gathered in Valley Asr Square. They're here to say they're against Zionist regime. شاید برای دیگرانی که در ایران زندگی نمی‌کنن قابل باور نباشه که یهودیان در کنار سایر هموطنان خودشون با آزادی به راحتی زندگی می‌کنن. کلمیان ایرانی سابقه 2700 ساله دارن. متاسفانه یک بار دیگه ثابت شد که رژیم صهیونیستی که اینقدر ادعای دین مداری میکنه هیچ گونه اعتقادی به دین یهودیت نداره. یکی از کنیسه‌های قدیمی تهران در مرکز شهر، جایی که کاملا مسکونی بود، مورد حمله قرار گرفت. تومارهای تورات زیر آوار موندن. دقیقاً در حین جشن پسح، جشن آزادی و خروج از مصر مورد حمله قرار گرفت. در واقع عیدی بود که صحیح‌ها دارن. خب طبق یکی از اصول قانون اساسی جامعه یهودیان ایران حق دارن که یه دونه نماینده در مجلس شورای اسلامی داشته باشن. طبق قانون من نماینده کل ایران هستم و حقوق یک نماینده کامل را دارم. حق رأی من با حق رأی دیگر نمایندگان مجلس به صورت برابره. ما اینجا زندگی کردیم، زیارت‌های مهم اینجا داریم، دانیال نجیا داریم، سن‌مرتخای داریم. تمام مساجد ما کنار مساجد شما بود. مثلا تو محرم که می‌شده واقعا ما مراسم خودمون را داشتیم تو کنیسه‌های خودمون اجرا می‌کردیم. این طرف هم واقعا دسته‌های مال محرم می‌اومدن رد می‌شدن. ما به ما احترام می‌ذاشتن، ما متقابلا به اونا احترام می‌ذاشتیم. ما میخوایم اینجا به دنیا بگیم که حساب صهیونیست از حساب یهودیت جداست.